خدایا شکرت، بالاخره فصل انار تموم شد. از دست این اناردون کردنهای مادرمون راحت شدیم. اومد اون سرشو بگی بذار پاک میخوام نارنج آب بگیرم. بذار یا خدا خدا من نارنج بذار به چاقو بیاریم نارنج آب بگیریم با هم. خدایا چای سنگین بیار. دوست دیگه از اونها هستش بابایی نمیاره. خب بابایی کمک کن. یه 2 روزم در سال به خودت استراحت بده مامان، محض رضای خدا. تو این خونه استراحت ممنوعه پسر. پس آب نارنج تموم بشه تازه میریم سمت بهار نارنج. همینجوری میریم جلو. استراحت بده. تازه چی بابا بزرگ 20 تا کیسه دیگه داره میاره. 20 تا کیسه دیگه؟ 20 تا کیسه دیگه. چه خبر مامان به محل میخوام آب نارنج بده دیگه تو محل معروفم به چی؟ لیلا ساقی آب نارنج. اینا همه معروف دست من نگاه میکنن. آب نارنج آمده شد یا نه؟ الان میگی کجا میگی تو محل چرخ میگیری تمامه. 1.5 جمع میکنی واسه مامانی میاری. فقط 1.5. میگه مامانی 1.5 خوشی میاد به همه گفت. 1.5 خالی از کجا بده؟ حالا تو برو محل همه جمع کردن واسه من. تو چیکار از چند ماه پیش واسه من جمع کردن. میگیری میاری مامانی باید همه 1.5 پر کنه. باید اصلا من خود نکنه. جای بیرون نمیری. فوتبال تعطیل، بازی تعطیل، فقط بیخ دست من میشینی بهم کمک میکنی.